سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. هر جایی که هستین شاد و سرحال باشین. توی این جلسه قراره که آموزش گوگل داکس رو ادامه بدیم. توی جلسات گذشته با دکمه‌های عمومی و گزینه‌های عمومی گوگل داکس که مربوط به تغییر سایز عکس، فونت عکس، آندرلاین، بولد، ایتالیک و تنظیمات عمومی دیگه‌ای که بود، مثلا تنظیم چپ به راست، راست به چپ متن و همه اینا. با اینها کلا آشنا شدیم و همچنین تنظیمات عکس رو با هم دیگه کار کردیم. در مورد تنظیمات عکس صحبت کردیم و متوجه شدیم که چطور میتونید یک عکس رو وارد این فایلتون بکنین و چطور میتونید تنظیماتش رو مطابق سلیقه خودتون تغییر بدین. توی این فیلم قراره که با هم دیگه در مورد چند تا گزینه‌ای که اینجا داریم، گزینه فایل، ادیت و دیگر گزینه‌ها، با هم دیگه بحث کنیم و ببینیم که کاربرد هر کدوم از این گزینه‌ها چیه. اولین گزینه فایل هست. من این رو براتون توضیح بدم. بچه‌ها این گزینه فایل شما چند وقتی روش کلیک کنی یه منوی باز میشه که چند تا زیرگزینه داره. من سعی می‌کنم هر کدومش رو براتون توضیح بدم و بدونیم که کاربرد هر کدوم از این گزینه‌ها چی هست. اولین گزینه زیر مجموعه فایل گزینه شیر هست. کاربرد این شیر اینه که شما وقتی داکیومنت این فایلتون رو نوشتین یا به اصطلاح نامه هست یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه باشه، شما میتونید این رو با دیگران شیر کنید. البته اینجا یک عنوانی از من میخواد، یک اسمی، من اسم میزنم نیو داک یعنی فایل جدید، داکیومنت جدید. دکمه سیو رو میزنم. خب اینجا از من میخواد که آدرس ایمیل یک کسی رو وارد کنم. من آدرس ایمیل یک از دوستان رو میتونم وارد کنم و روی دکمه داون که بزنم یک لینکی میره برای اون شخص که وقتی کلیک کنه روی لینک میتونه به این فایل دسترسی داشته باشه و حتی میتونه اون رو دستکاری کنه، کم و زیاد کنه، ادیت کنه و هر کار دیگه که خواست. شما میتونید بعضی وقتا یک سری مقاله‌ای که می‌نویسین یا یک سری مطالبی که می‌نویسین نیاز دارین که من یا دوستتون یا هر کس دیگه‌ای که میتونه بهتون کمک کنه برای کامل کردنش یا برای ادیت کردنش این به این سبک براش شیر کنید. کافیه که آدرس ایمیلش رو بدونید. خب یه دکمه دیگه هست اینجا به اسم نیو. این نیو مال اینه که شما یک وقتی میخواین یک داکیومنت جدید بسازین، یعنی خب این یک نامه‌ای بوده مربوط به کار اداریتون بوده، حالا یه نامه دوستانم میخواین برای کس دیگه بنویسین یا یک فایل دیگه میخواین کلا طراحی کنین، حالا به هر قصد و نیتی میایین اینجا گزینه نیو رو میزنید و دقیقاً همین داکیومنت. گزینه زیرش from template یعنی استفاده از تمپلیت های آماده، این رو میزنیم. خب submit template no template available. خب چیزی نداریم انگار. cancel. تمپلیت آماده که نداشتیم. این چند تا گزینه دیگه ای که اینجا هست میمونه برای درس‌های بعد که هر کدومشون کلا یک کار خیلی جداگانه‌ای انجام میدن. این مثلا برای ساخت دیتا شیت یا جدول هست که بعد با هم صحبت میکنیم، شبیه به فایل اکسل هست. خب گزینه بعدی اوپن هست. روی اوپن شما اگه یک فایلی دارین داخل کامپیوترتون، داخل گوگل درایوتون، شما میتونید اون فایلتون رو از اینجا باز کنید. حالا در درس‌های بعدی با گوگل درایو 100% آشنا میشیم. من سعی میکنم که بعد از اتمام گوگل داکس در مورد گوگل درایو صحبت کنم چون خیلی مهمه و خیلی هم کاربردیه. یا اینکه شما میتونید آپلود کنید. اگر یک فایلی داخل لپتاپتون دارید یا کامپیوترتون دارید میتونید از اینجا اون فایل رو آپلود کنید. آپلود کردنش هم هیچ کاری نداره. شما میتونید یا اون فایل رو بکشید و توی این فضا رها کنید یا اینکه میتونید select a file from your device رو بزنید. میتونید از داخل گوشیتون اگه از هر سیستمی که استفاده میکنید از داخل اون سیستمتون اینجا آپلود کنید. این رو هم من ببندم. دوباره بریم سراغ گزینه اوپن.
معذرت میخوام سراغ گزینه فایل. گزینه بعدی make a copy. وقتی شما این رو کلیک میکنید این پنجره براتون باز میشه. از شما میخواد که یک اسم جدید واسه این کپی داکیومنتتون انتخاب کنید. کار این گزینه اینه که یک کپی از همین فایل براتون آماده میکنه. من می‌نویسم که new doc اینجا باز میان آدرسش رو مشخص میکنید که کجا ذخیره بشه. خب جایی که شما میتونید ذخیره کنید یک کامپیوترتون هست، داخل مای درایوتون هست، یعنی همون گوگل درایو. من همینجا رو میزنم که خیلی راحت هست و روی دکمه اوکی که بزنید دیگه این کار براتون انجام میشه. خب اینجا یک گزینه دیگه داریم share it with the same people و همچنین گفته این رو برای افرادی که این داکیومنت فعلیتون برای اونها شیر شده، یعنی توی گزینه اول گفتیم چطور شیر میکنیم، گفته همچنین این رو هم برای اونها شیر کن. هر کسی که این فایل اولی براش شیر شده این فایل دومی هم برای اونها شیر بشه. و گزینه دوم گفته که copy comments and بله این گزینه گفته که اگر شما دوست دارید میتونید که یک سری توی درس گذشته گفتیم یک سری کامنت های اینجا می نویسید، یک سری یادداشت هایی که مثلا برای یادآوری این که بتونید دفعات بعد بیاین و یک قسمتی از متنتون رو دستکاری کنید یا کم و زیاد کنید، یه سری کامنت هایی میتونید اینجا بنویسید برای یادآوری خودتون. گفته که دوست دارین اون کامنت ها و اون چیزایی که اون یادآوری هایی که نوشتین اونها هم کپی بشه یا نه. اگر تیکش رو بزنیم اون کپی میشه. و گزینه سوم خب این رو واقعا من خودم تست نکردم، به خاطر همین فعلا چیزی در موردش براتون نمیگم، ولی توی جلسات آینده ممکنه در موردش صحبت کنم. من اوکی رو میزنم. خب دقیقاً الان اینجا اسم فایلمون اومده new doc 2. این فایل جدید هست توی گوگل درایو. خب من میام سراغ همین فایل اولم new doc 1. گزینه بعدی گزینه ایمیل هست. این رو وقتی شما کلیک موستون رو ببرین روش یک زیر مجموعه خودش داره به اسم ایمیل this file، یعنی اینکه شما میتونید این فایلتون رو از طریق ایمیل بفرستید. فرقش با شیر چیه؟ شیر اینطور هست که شما دسترسی میدین که دقیقاً اون شخص بیاد همین فایل شما رو شیر کنه، یعنی ادیت کنه، یعنی دقیقاً هم شما میتونید روی این فایل کار کنید هم اون کسی که شما براش شیر کردین. ممکنه شما شب بخوابی صبح پاشی ببینید که طرف اومده تمام محتویات رو پاک کرده یا اصلا کلا اون فایلت رو عوض کرده، یه چیز جدید توش نوشته. ولی وقتی شما ایمیل میکنی براش، میای اینجا آدرس ایمیل رو وارد میکنی، عنوانش رو هم وارد میکنی و یک پیامی هم براش مینویسی. مثلا مینویسی که سلام، این مینویسی که سلام این کار جدید من است، لطفاً ببینش و نظرت رو درباره اون بهم بگو. خب بعد این پیامی که برای اون میفرستیم اینجا شما میان انتخاب میکنید که این فایل شما با چه فرمتی برای اون شخص بره، با فرمت PDF بره، با فرمت ریچ تکست بره یا با فرمت اوپن داکیومنت HTML مایکروسافت ورد و بقیه فرمت. ببین بچه‌ها، من اگر شما خواستید فایلتون رو برای کسی دیگه از طریق ایمیل بفرستید، به نظر من بهترین گزینه PDF هست، چون تمام محتویات شما رو همینطوری که خودتون میبینید اون طرف هم میبینه. یعنی دیگه نیاز نیست شما فونت براش بفرستین که دقیقاً و یک سری بحث‌های پیچیده که من دوست ندارم باز کنم. اگر خواستین که فقط این فایلتون رو برای شخصی بفرستین و
محتویاتش دوست داشتین دقیقاً مثل محتویاتی که شما الان میبینید اون شخص هم ببینه و هیچ نیازی نیست که اون شخص چیزی رو ادیت کنه، اون رو با فرمت PDF بفرستین. و وقتی که اینجا آدرس ایمیل رو وارد کردین روی دکمه سند بزنین، یک کپی از این برای اون شخص ارسال میشه، یک کپی با فرمت PDF. من فعلا کنسل رو میزنم. خب این به درد وقتی میخوره که مثلا معلمتون از شما یک کار عملی میخواد، یک کار در خانه میخواد، هومورک میخواد، شما هومورکتون رو میاد اینجا تکمیل میکنید و میتونید از طریق ایمیل براش بفرستین. و البته کاربردهای خیلی زیاد دیگه ای داره. ممکن توی شرکتتون شما بخواید یک چنین کاری انجام بدین، نتیجه کارتون رو از طریق ایمیل بفرستید. گزینه بعدی گزینه دانلود هست. شما وقتی روی گزینه دانلود موستون رو ببرید دقیقاً یک همچین زیر مجموعه‌ای براتون باز میشه. منظور این گزینه این هست که شما این فایلتون رو میخواین داخل اون سیستمتون، حالا کامپیوتر هست، لپتاپ هست یا گوشی موبایل هست، تبلت هست یا هر چیز دیگه، میخواین که داخل سیستمتون دانلود کنید. اگر دوست دارید که دانلود کنید پس یک فرمت رو انتخاب میکنید. اینجا باز گفته که دانلود با عنوان PDF، RTF، Rich Text Format، Open Document Format یا مایکروسافت ورد، تکست، HTML و هر چیزی که شما اینجا میبینید یکیش رو میتونید انتخاب کنید. اگر شما فقط بازم میخواین این متنتون رو داخل اون دیوایستون، داخل اون دستگاهتون، حالا لپتاپ هست، کامپیوتر هست یا موبایل، فقط دوست دارید که بخونید، مطالعهش کنید، با فرمت PDF این رو دانلود کنید. اگر میخواین داخل اون سیستم عاملتون اون رو دوباره حالا ادیت کنید، اگه سیستم عامل ویندوز هست میتونید از داکس استفاده کنید، از این فرمت مایکروسافت ورد، یا اگر مایکروسافت ورد ندارید از ریچ تکست فرمت استفاده کنید. این فرمت رو تمام ویندوز ها دیگه شناسایی میکنه. و اگر عکس ندارین و معمولا تنظیمات خاصی روی متنتون انجام ندادین، سعی کنید که از این فرمت، این بسیار فرمت سبکی است و البته در این حال خیلی متنتون ساده است و هیچ گونه ویرایشی و هیچ گونه مشخصاتی مثل رنگ به خصوص یا بولد یا ایتالیک نداره و تمام متنتون یک دست به یک شکل نشون داده میشه. خب دیگه بنا به نیازتون یکی از اینها رو میتونید انتخاب کنید. یه گزینه دیگه باز دوباره اینجا هست Make Available Offline. وقتی این رو کلیک کنید یک تیکی کنارش میاد به این معنی که شما میتونید به صورت آفلاین روی این داکیومنت یا روی این فایلتون به صورت آفلاین کار کنید، یعنی اینترنتتون رو هم قطع کنید، میتونید تغییراتی رو در این به وجود بیارین و وقتی که به اینترنت وصل شدین اتوماتیک تغییراتتون به روز رسانی میشه. میتونید تیک این گزینه رو بزنید، میتونید هم تیک این گزینه رو بردارید. خب یه گزینه دیگه داریم اینجا به اسم Version History. Version History به این درد میخوره که شما مثلا روی این فایل چندین مرتبه کار کردین، امروز کار کردین، دیروز کار کردین، پریروز کار کردین، الان 3-4 روز شما کار کردین و هر روزی ممکنه 1 ساعت 2 ساعت کار کرده باشین. شما میتونید دقیقاً روی هر مرتبه‌ای که میان اینجا و روی این تنظیم روی این فایلتون کار میکنید، مثلا میان امروز اینجا این قسمتش رو رنگ بولد میکنید، بعد فردا میان فکر میکنید که نه این قسمت باید رنگش یا مثلا باید آندرلاین داشته باشه، دوباره پس فردا میان میخونید میبینید که این قسمت باید ایتالیک باشه. هر روز میان خلاصه با ایده های جدید این رو تکمیل میکنید و بعد از 3 روز 4 روز دوباره متوجه میشین نه اصلا نیاز به این کارو نبوده، همون متن اولیه بهتر بوده، یا اینکه مثلا تا این قسمتی که شما فقط اینجا رو آندرلاین بهش دادین تا همین قسمت کافی بوده. برای اینکه بتونین
دوباره بدون اینکه گیج بشین یا بدون اینکه کار خیلی زیادی انجام بدین برای برگشت دادن به اون حالت، برگشت دادن به حالت قبل، کافیه که تنها بیاین اینجا روی گزینه فایل و ورژن هیستوری. هر باری که شما یک تغییر ایجاد میکنین میتونید بیاین اینجا ورژن هیستوری رو یک اسم براش انتخاب کنید. مثلا من می‌نویسم که تغییرات روز شنبه صبح. خب سیو رو میزنم. خب دوستای خوبم، برای اینکه شما الان میخواین لیستی از ورژن هیستوریتون رو، لیستی از تغییراتتون رو ببینید، میتونید همونطور که من کلیک کردم یک بار دیگه برمیگردم عقب، اینجا روی گزینه ورژن هیستوری و سی ورژن هیستوری این رو که بزنید، لیستی از تاریخچه تغییرات شما براتون نشون داده میشه. آخرین تغییراتی که من اسم رو هم براش انتخاب کردم، تغییرات روز شنبه صبح. این رو کلیک وقتی بکنید اینجا 3 تا گزینه هست: rename، remove name، make a copy. میتونید هر کدوم از این کارا رو که دوست داشتین انجام بدید و میبینید که اینجا زیر مجموعه ساعت‌های مختلف، دقیقه‌های مختلفی که من روش کار کردم رو مشاهده کنید. هر کدومی که دوست داشتین میتونید دوباره اسمش رو عوض کنید. restore this version یعنی که اگر خواستین از این ورژن راضی بودین، یعنی از این تا این تغییرات رو مناسب دونستین، میتونید restore this version رو بزنید و restore رو وقتی بزنید تمام اون تنظیمات میبینید که underline و خیلی از تنظیمات دیگه از داکیومنت ما برداشته شد از این فایل. خب گزینه بعدی موو هست. شما وقتی روی گزینه موو کلیک کنید اینجا میتونید یک آدرس، یک پوشه داخل گوگل درایوتون رو بهش بدین. یک پوشه رو که مد نظرتون هست انتخاب میکنید و دکمه موو رو میزنید و این فایلتون داخل گوگل درایوتون توی اون آدرس جدید انتقال پیدا میکنه. کافیه که همین دکمه موو رو بزنید. من حالا این رو نمیزنم و کنسل میکنم. و همچنین شما میتونید از اینجا به صورت مستقیم به این قابلیت دسترسی پیدا کنید. درباره گوگل درایو توی درس‌های آینده بیشتر توضیح میدم و چند درس رو مخصوص گوگل درایو خواهم داشت. فقط فعلا تا همینجا بدونید که این گزینه موو مال چه هست. add shortcut to drive، این گزینه مال این هست که شما یک شورتکات یا یک میانبر از این فایلتون رو دوباره داخل گوگل درایوتون یا داخل کامپیوترتون یا شیر کنید واسه دیگران، شیر کنید واسه دوستانتون. خلاصه میتونید یک شورتکات یا راه میانبر یا یک لینک از این فایلتون رو خلاصه هر جایی که دوست داشتین ایجاد کنین. من مای درایو رو انتخاب میکنم، یک جایی مثلا توی یکی از این پوشه های گوگل درایو هم اینجا add shortcut here، این دکمه رو که بزنید یک شورتکات، به اصطلاح شورتکات و یا همون لینک یا میانبر از این فایلتون ایجاد میشه که شما وقتی روی اون کلیک کنید میتونید مستقیم به همین فایلتون دسترسی پیدا کنید. گزینه بعدی move to trash هستش، برای حذف کردن هست. اگر خواستین این فایلتون رو حذف کنید میتونید این رو این گزینه رو انتخاب کنید و فایلتون حذف میشه. فقط به یاد داشته باشین فایلایی که شما حذف میکنید توی سطل زباله‌دونی درایوتون میره و فایلایی که داخل سطل زبالتون باشه بعد از 30 روز به صورت اتوماتیک برای همیشه حذف خواهد شد. من گزینه take out of trash رو انتخاب میکنم، یعنی یکی از فعالیتم
صرف نظر کردم. گزینه بعدی publish to web هست. to the web. وقتی که شما این گزینه رو انتخاب کنین گزینه بعدی publish to the web هست. فعلا این گزینه فکر میکنم برای شما ممکنه زود باشه برای کسایی که کار بیسیک انجام میدن، ولی در آینده شما میتونید از این گزینه برای شیر کردن و انتشار کردن فایل داکیومنتتون از طریق وبسایتتون میتونید از این گزینه استفاده کنید. document details اطلاعات مربوط به این فایلتون رو میده. لوکیشن یا موقعیت این فایلتون داخل مای درایو هست، داخل گوگل درایوتون هست و مال خودتون هست. آخرین دسترسیتون هم در این تاریخ و در این ساعت و تاریخ بوده. در این تاریخ ساختش هست که 11:44 AM بوده. امروز مربوط به امروز صبح هست و الان میبینید آخرین دسترسی ساعت 4:39 PM هست. این نشون میده که من این ویدیو رو امروز از چه ساعتی تا چه ساعتی مشغول ساختنش بودم. از ساعت 11:44 تا 4:39 PM. بعد این رو هم میبندم و اینجا گزینه لنگویج داره که میتونید زبان این داکیومنتتون رو انتخاب کنید. اگر میخواین متنتون فارسی اکثرا میتونید زبان فارسی رو انتخاب کنید. اگر متنتون اکثرا انگلیسی زبان انگلیسی رو انتخاب کنید و اگر به دیگر زبان ها میخواین تایپ کنید دیگر زبان ها رو میتونید انتخاب کنید. باید داشته باشین که با انتخاب این گزینه زبان کیبوردتون عوض نمیشه، فقط مشخص میکنه که این داکیومنت قراره که توش چه زبانی تایپ بشه و شما میتونید انتخاب نکنید. بذارید من زبان فارسی رو انتخاب کنم برای تست ببینید چه اتفاقی میبینید. چه اتفاقی فقط به این به گوگل داکس خبر دادم که من میخوام یک فایل فارسی بنویسم. رو باید تغییرش میدم به انگلیسی. پیج ستاپ. این با این گزینه شما میتونید که من این رو صفر میکنم ابعاد فاصله متنتون از صفحه رو میتونید انتخاب بکنید که چقدر باشه. نوع صفحتون رو اینجا میتونید انتخاب کنید. من نوع A4 رو انتخاب میکنم. فاصله بالا، پایین، چپ و راست همه رو صفر و نوع کاغذ رو هم A4 انتخاب کردم. پورتریت یا لندسکیپ یعنی حالت عمودی میشه، حالت افقی میشه و پورتریت حالت عمودی میشه. همین حالتی که فعلا هست. رنگ پیجتون رو هم میتونید مشخص کنید. من یک رنگ مثلا سبز برای تست. اوکی، ببینید چه اتفاقی افتاد. همینطور که مشاهده میکنید صفحه ما سایزش تغییر کرد. الان این سفیدی هم که میبینید به خاطر متن ما هست، یعنی رنگ پس‌زمینه متن من سفیده ولی رنگ اصلی کاغذ سبز هستش. اگر من اینجا بیام و یک متن جدید وارد کنم با پس‌زمینه سبز هست، حتی برگه جدید که ایجاد میشه باز با پس‌زمینه سبز هست. سایز برگه هم که میبینید همونطور که مشاهده میکنید A4 هست. میام دوباره توی پیج ستاپ رنگ رو حالت سفید انتخاب میکنم ولی این تنظیمات رو میذارم همین چیزی که هست باشه.
اگر شما خواستید که دوباره این تنظیمات رو به حالت عادی برگردونید، میتونید از گزینه set as default کلیک کنید و همه چیز به حالت عادی خودش برمیگرده. البته همونطور که دیدید به جز فاصله ها و فقط رنگی که به حالت عادی برمیگرده. دقیقاً من قبلا خودم هم تست نکرده بودم، یعنی نیاز پیدا نکرده بودم به این گزینه، ولی میدونستم چه این تنظیماتی هست، ولی هیچ وقت از این گزینه ست از دیفالت استفاده نکرده بودم. میبینید که فقط رنگ پس زمینه هست که به حالت دیفالت برگشت. گزینه بعدی پرینت هست. شما از دکمه کنترل پی هم میتونید استفاده کنید. میتونید اینجا روی دکمه پرینت بزنید و فایلتون رو میتونید نوع پرینترتون رو مشخص کنید. باز دوباره اینجا میتونید و اگر نرم افزار پرینتر PDF دارید میتونید حتی به صورت PDF پرینت کنید یا میتونید به صورت PDF سیو کنید. اگر دستگاه پرینتر به کامپیوتر یا لپتاپ شما متصل باشه میتونید مستقیما به صورت کاغذ این رو پرینت کنید. کافیه که روی این دستگاه روی این دکمه کلیک کنید. خب دوستان خوبم، گزینه فایل رو باش آشنا شدیم، تمام امکاناتش رو با هم دیگه بررسی کردیم. میریم سراغ گزینه دوم، گزینه ادیت. توی این گزینه بالای این منویی که باز شده ما دو تا گزینه داریم، گزینه آندو و ریدو. کاربرد این دو تا گزینه اینه که شما مثلا اینجا میان هر جایی از این فایلتون یه تغییر ایجاد میکنید. مثلا اینجا من این رو بولد میکنم، رنگش رو هم عوض میکنم. خب حالا پشیمون میشم، میخوام یک مرحله برگردم عقب، روی گزینه آندو بزنم، دوباره این تنظیمات یک مرحله عقب برمیگرده، دوباره عقب‌تر. و همچنین از گزینه ریدو وقتی بزنید دوباره به سمت جلو شما رو پیش میبره. کات کپی پیست دقیقاً همون کات کپی پیستی هست که شما خودتون باهاش آشنا هستین. کات کردن، کپی کردن و پیست کردن. تنها دکمه‌ای که اینجا براتون ممکنه ناآشنا باشه دکمه پیست without the formatting هست. ببینید دوستان، من این قسمت رو کپی میگیرم، میبینید که فرمتش چجوریه، رنگ سبز و بولد هستش و اینجا پیست میکنم. میبینید اینجا دقیقاً با همون فرمت پیست شد. حالا من میخوام که بدون فرمت فقط متنش برای من پیست بشه، بدون فرمتش، یعنی بدون اون تغییرات ظاهری که بهش دادم. میام از دکمه پیست without the formatting استفاده میکنم. نحوه کار کردن هم به این سبک است که شما میایین اینجا مثل مرحله قبل کپی میکنید، هر جایی که خواستید پیست بکنید میایین اینجا و مثلا من میخوام این رو اینجا پیست کنم، این متن رو اینجا بدون فرمت، میام اینجا روی دکمه edit و paste without formatting. میبینید دقیقاً همین متنی که من انتخاب کرده بودم ولی بدون فرمتی که من به این دادم، منظورم رنگ و بقیه خواص هست. خب یک گزینه دیگه هم اینجا هست، گزینه delete و select all. دکمه select all رو وقتی شما بزنید تمام متنتون از بالا تا پایین همگی انتخاب میشن و اما دکمه delete که اینجا هست به این سبک کار میکنه که شما یک بخشی از متن رو انتخاب میکنید و وقتی که روی گزینه delete کلیک کنید اون متن رو براتون پاک میکنه، یعنی اون متنی که مشخص کرده بود. گزینه find and replace. ببینید دوستان، شما فرض کنید یک متن 10 صفحه‌ای 20 صفحه‌ای نوشتید که درباره یک شخصی توضیح دادیم، مثلا اسم اون شخص بوده علی. بعد شما بعد از اینکه 10 صفحه 20 صفحه نوشتین و مکررا اسم اون شخص رو داخل فایلتون نوشتین، علی رفت فلان جا، علی فلان کارو کرد، علی فلان خصوصیت رو داشت، علی فلان
رفتار رو داشت و هزاران مورد دیگه که در مورد علی نوشتیم و مدام اسم اون رو به کار بردیم و بعد از اینکه 10 صفحه شما نوشتیم متوجه شدیم که اسم اون شخص علی نبوده. حالا یه اشتباهی صورت گرفته و اسم اون شخص مثلا حسن بوده. خب می‌بینید دوباره از اینجا گزینه find and replace رو انتخاب میکنید. حالا این یک مثال بود، شما میتونید هر کاری با این گزینه انجام بدین. مثلا من میام این کلمه رو کپی میکنم، find and replace رو میزنم. ببینید مثلا من به دنبال این کلمه هستم، ORC. کلمه‌ای که شما دنبالش هستین اینجا میزنید، یعنی اینجا وارد میکنید و کلمه‌ای که باید جایگزینش بشه رو اینجا شما باید وارد کنید. مثلا این کلمه‌ای که باید جایگزین بشه AA هست. خب اینجا 3 تا گزینه داره که اینا خیلی به شما کمک میکنه. ببینید وقتی گزینه match case رو بزنید دقیقاً از شما میخواد، به شما میگه که دقیقاً این متن شما باید از نظر بزرگی و کوچیکی حروف دقیقاً باید مثل همین باشه. ببینید با آی کوچیک الان قبول میکنه، ولی وقتی من آی بزرگ رو وارد میکنم اینجا میزنه که 0 مورد پیدا شد، ولی با آی کوچیک مینویسه که 1 مورد پیدا شد. خب همینطور میتونید برای گزینه‌های بعدی رو تیکش رو بزنید و کاری که انجام میده اینه که مدام از دقت جستجو کم میکنه. یعنی شما مثلا تیک این 2 تا گزینه رو که بزنید وقتی که توی متنتون آ داشتین یا آی 2 نقطه مثلا بیشتر با زبانهای فرانسه و آلمانی و اینا هست، یعنی شما وقت فقط تایپ کنید آ، هرچی آ چه با نقطه و بدون نقطه باشه رو براتون پیدا میکنه. خب در نهایت وقتی که اینها رو پیدا کرد شما میتونید روی گزینه replace all بزنید، یعنی هرچی که توی اون صفحه از این کلمه هست از این کلمه به جاش جایگذاری میکنه، یا اینکه میتونید مورد به مورد اینجا هر کدومی که پیدا کرد کلیک بکنید. ببینید من الان replace رو میزنم، اینجا متوجه شدید که 1 مورد پیدا کرد و ریپلیس کرد. خب دوستای خوبم، ما توی این ویدیو با 2 منوی فایل و ادیت آشنا شدیم و تمام زیر منوهای اون رو با هم دیگه بررسی کردیم. امیدوارم که مورد استفاده براتون قرار بگیره. تا برنامه بعدی فعلا خدا نگهدارتون، موفق و پیروز باشین. منتظر بازخوردها، نظرات و سوالات شما هستم. تشکر.